در این قطعه زمین خالی دو قطار درختان سیب، زردآلو و خرما شینانده بودند. یک هفته پیش 106 درخت با دستور دادستان شهری کلاب برچیده شد. دلیل این عمل بحث زمین بوده است. به گفته دادستان کلاب مالکان این درختان را پیش از این هشدار داده بودند. اما باغداران ادعا میکنند که هشدار را پس از برچیده شدن درختان دریافت کرده اند. من این هر درخت دادن که برای درختو تکنده. یگام چی نیست، میگه رئیس شهر ما را فرمان دادگیه. رئیس شهر که جوده. چی به رئیس شهر فرمان میده و چی به خوجگی دهخونه را خچه اوگاه نمیکنه. اوگاه کردن در کار که برای درختی تر میکنه. بحث این زمین به سال 2016 برمیگردد. در سال 2011 حکومت کلاب زمین را به خوجگی دهقانی سعدی شیرازی داده است. اما خوجگی ماهی پروری بابا صاحب اعتراض میکند و میگوید که در دست قرار حکومت را از سال 2009 دارد. دادستان کلاب پس از بررسی شکایت خوجگی بابا صاحب امرنامه صادر کرده است. بر اثر این امر حکومت کلاب درختان چند ساله را کنده 80 سوتیق زمین را خالی کرده است. درختانی که 12 سال پرورش یافته‌اند پس از بحث‌های طولانی از بین رفتند. این درخت خوابیده درخت خشک نیست. همگی چند ماهی پیش میوه داشت و دهقانان میوه‌های این را گرفته به بازار برده بودند. اما در پی یک بحث این درختان کنده و چپه کرده شدند. حالا رستم رحمانوف صاحب درختان تلاش دارد آنها را به محل اصلیشان انتقال دهد. اما میگوید که توان کافی برای بردن درختان را ندارد. این درختان به نقل رستم رحمانوف نان چند خانواده را تأمین میکرد. امیر دلیت با حساب پرکرور خرش اومد کلوسکاز استای 80 سوتیق باید بکنن بگیرن اینجا. به پرسش ما به پرپیستی ما. اکنون درختانی که بریده شده اند برقرار نمیشوند. صاحبان درختان قصد دارند شکایتی را به پرزیدنت ارائه کنند و از آسیبی که به باغشان رسانیده شده است جبران طلب کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.